اخبار از نشریه حقوق بشر اروپا به سمع و نظر شما علاقه‌مندان و انسان‌های مسئولیت پذیر می‌رسد. صفحه اول: حمله آمریکا به کمک اسرائیل به مراکز هسته‌ای حکومت ایران، بمباران فردو یا چکش نیمه شب، سقوط یک ایدئولوژی. از کتاب اجتماع متمدن، چاپ سوم، نوشته وحدت کریمی. اجتماع بشری در آتش. خیانت به ایران از سوی برخی کشورها دارای سابقه‌ای طولانی است. کمیسیون اتحادیه اروپا و حمایت مالی از اوکراین. سیاست و رویکرد به موقع عبدالله اوجلان. صفحه شماره 2: The Modern World Global Grace. صفحه شماره 3: خیانت بزرگ، اپوزیسیون و اپوزیسیون نما، تغییرات واقعی، سقوط یک ایدئولوژی، مطالب آخرین دستاوردهای علمی در سال 2025. صفحه شماره 4: کودکان جنگ، نوشته مهناز سلیمی. کودکان فقر و فمینیسم، نوشته مهشاد جعفری. زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی. دستگیری گسترده فعالین سیاسی، روزنامه‌نگاران و منتقدان در سطحی وسیع و روزافزون بعد از حمله اسرائیل به ایران. صفحه 5: بررسی ضعف‌ها و عدم تمایل به همراهی و اتحاد میان اپوزیسیون و فریاد آنها. ما از همکاری، پیشنهادات، نظرات
و انتقادات شما در جهت ارتقاء این اندیشه استقبال می‌نماییم.